سلام به همه. اگه شما هم بارها تصمیم گرفتید که کاری رو شروع کنید اما هی به تعویق انداختین یا به یه روز دیگه موکول کردین، این ویدیو مخصوص شماست. یکی از جدی ترین موضوعات که ما رو از زندگی عقب نگه می‌داره تنبلیه. من میخوام توی این ویدیو 5 راه حل مهم برای مقابله با تنبلی بهت بگم. پس حتما تا آخر ویدیو با ما همراه باش، چون دوتا مورد آخر از همه مهمتره. شماره 1، خرد کردن کارو به بخشای کوچیک‌تره. وقتی کاری خیلی بزرگ یا پیچیده به نظر میاد، ذهن ما از اون کار فرار میکنه که این طبیعیه. مغز میخواد فشار رو از روی خودش برداره. مثلا اگه قراره برای یک پروژه کاری آماده کنی، اون رو به بخشای کوچیکتر تقسیم کن، مثل جمع‌آوری اطلاعات، نوشتن بخش اول، ویرایش و غیره. یا حتی کارهای کوچیک مثل مرتب کردن اتاق، اون رو هم میتونیم به بخشای کوچیکتر تقسیم کنیم، مثل مرتب کردن کمد لباس، تخت خواب و غیره. با این کار شروع ساده تر میشه و هر بار که یک مرحله رو انجام دادیم حس پیشرفت باعث افزایش انگیزه میشه. مرحله دوم، حذف حواس پرتیاست. خیلی وقتا مشکل ما تنبلی نیست، مشکل ما حواس پرتیه. وقتی یه پیامی از شبکه‌های اجتماعی میاد، سریع میریم ببینیم تا اون پیام چیه. همین مورد تمرکز از کار اصلی برمی‌داره و نمیذاره ما به کارمون برسیم. برای حل این مشکل میتونیم گوشی رو برای مدتی که میخوایم کاری رو انجام بدیم بی صدا کنیم یا از خودمون دورش کنیم. همچنین میتونیم برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی وقت تعیین کنیم. با این کارها تمرکزمون بالاتر میره و انجام کارها سریعتر میشه و حس تنبلی کم میشه. مرحله سوم، تعیین پاداش برای هر کاره. مغز انسان عاشق پاداش هستش و وقتی خودمون رو بعد از انجام یک کار کوچیک تشویق میکنیم، مغز دوپامین آزاد میکنه و همین باعث تکرار رفتار میشه. برای مثال میتونیم بعد 20 ساعت کار کردن یا درس خوندن یه نوشیدنی بخوریم یا پیاما رو چک کنیم، هر چیزی که باعث لذت میشه. پاداشامون باید کوچیک ولی لذت بخش باشه. برای انجام کارهای بزرگتر هم پاداشای بزرگتری بذارید، مثل خرید کردن، بیرون رفتن یا خیلی چیزای دیگه که برای شما لذت بخشه. اینطوری کار سخت برای مغز جذابتر میشه و انگیزه درونی بالاتر میره. مرحله 4، تنظیم اهداف واضح و واقع بینانه هستش. اهداف ما باعث تعلل ما میشن، چون دقیق نمیدونیم باید چیکار کنیم و از کجا شروع کنیم. برای حل مشکل باید هدفمون رو واضح بنویسیم. مثلا ننویسیم که باید درس بخونم، بنویسیم که امروز یک فصل از کتاب فلان رو تا ساعت 10 باید بخونم. هدفهای بزرگتر رو هم باید کوچیکتر کنیم تا قابل انجام باشن و زمان مشخص برای انجام هدفهامون رو باید تعیین کنیم. با هدف مشخص مغز مسیر انجام کار رو بهتر تشخیص میده و دیگه دچار سردرگمی یا تنبلی نمیشه. مرحله 5 که از همه مهمتره، ایجاد روتین ثابت و حداقل شروع روزانه است. یکی از راه‌های مؤثر برای مقابله با تنبلی اینه که برای کارها یک حداقل تعریف بکنی. یعنی چی؟ یعنی یه مقدار بسیار کوچیکی از کار باید انجام بشه، حتی اگه تو بدترین حالت بودی. مثلا روزی فقط 5 صفحه کتاب بخون اگه وقت نداشتی، یا روزی فقط 10 دقیقه ورزش کن اگه خسته بودی. با این کار ذهن شما یاد میگیره که از انجام دادن کار فرار نکنه و این حداقلای کوچیک باعث میشه کارهای بزرگتر تو طول هفته به طور طبیعی پیش بره. و در آخر یادتون باشه هیچ تغییری با یک قدم بزرگ شروع نمیشه. تغییر واقعی با قدم‌های کوچیک از امروز شروع میشه. حتی اگه یکی از این روش‌ها رو امتحان کنید، میبینید که بعد یه ماه چقدر زندگیتون تغییر میکنه. اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک و کامنت فراموش نشه، چنل رو هم سابسکرایب کنید، کلی ویدیو خفن تو راه. تا ویدیو بعدی قوی بمونید.